یه آدمک چند تا قرص خواب آور میزن، میتونی از داروخونه پدرت قرض بگیری، آدمک رو میذاریم جلوی خونه اون میخورتش، بعدش هم خوابش اینو میدن، نگاه کن میریم تو آتیشو خاموش میکنیم و میایم بیرون. نه سوالی داری؟ آره زده به سره. من نمیخوام از داروخونه پدرم دزدی کنم، نمیخوام برم تو دل اون هیولا و نمیخوام بمیرم. من میگم به امتحانش آره موافقم میارزه. انجامش بدی. یه آدمک چند تا قرص خواب آور میزن، میتونی از داروخونه پدرت قرض بگیری، آدمک رو میذاریم جلوی خونه اون میخورتش، بعدش هم خوابش اینو میدن، نگاه کن میریم تو آتیشو خاموش میکنیم و میایم بیرون. نه سوالی داری؟ آره زده به سره. من نمیخوام از داروخونه پدرم دزدی کنم، نمیخوام برم تو دل اون هیولا و نمیخوام بمیرم. من میگم به امتحانش آره موافقم میارزه. انجامش بدی.